آیت الله قزوینی دروغ میگوید. شما ببینید در منابع معتبر اهل سنت در خود تفسیر ابن کثیر دمشقی که دیگه مورد تأیید آقایان هست، دیگه مربوط به ما نیست، که از ابو سعید خدری نقل میکنه لما نزلت و آت ذی القربی حقه، وقتی که آیه و آت ذی القربی حقه نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه فاعطاها فدک، حضرت زهرا را خواست و فدک را به حضرت تحویل داد. اعطاها فدک. خب شما ببینید سند روایت هم کاملا صحیحه. ما در بحث‌های گذشته هم قضیه را مفصل ما مطرح کردیم و اضافه بر این که بینندگان گرامی، جناب آیت الله قزوینی طبق عادت همیشگی در اینجا نیز دروغ گفته و تلبیس می کند و روایتی را که امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش رد نموده را به ایشان نسبت می دهد. یک بار دیگر به سخنان قزوینی توجه فرمایید. شما ببینید در منابع معتبر اهل سنت در خود تفسیر ابن کثیر دمشقی که دیگه مورد تأیید آقایان هست، دیگه مربوط به ما نیست، که از ابو سعید خدری نقل میکنه لما نزلت و آت ذی القربی حقه، وقتی که آیه و آت ذی القربی حقه نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه فاعطاها فدک، حضرت زهرا را خواست و فدک را به حضرت تحویل داد. اعطاها فدک. خب شما ببینید سند روایت هم کاملا صحیحه. ما در بحث‌های گذشته هم قضیه را مفصل ما مطرح کردیم و اضافه بر این که بینندگان گرامی، به دلیل اینکه بسیاری از عزیزان سنی و شیعه به کتب علمی دسترسی ندارند، آیت الله قزوینی و امثال وی به راحتی به علمای اهل سنت دروغ می‌بندند تا مسلمانان را گمراه نمایند. حالا توجه فرمایید به اصل روایتی که آیت الله قزوینی با مکر و فریب قسمت آخر آن را بریده و روایتی که امام ابن کثیر آن را منکر و دروغ می‌داند به ایشان نسبت می‌دهد. تفسیر ابن کثیر، چاپ العلمیه، جلد 5 صفحه 63. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى التميمي قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها فأعطاها فدك ثم قال لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار، وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم. الحافظ ابوبکر بزار رحمه الله می‌فرماید عباد ابن یعقوب روایت کرده که ابو یحیی تمیمی روایت نموده که فضیل ابن مرزوق از عطیه از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت می‌کند که وقتی آیه و آت ذی القربى حقه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه رضی الله تعالی عنها را فراخواندند و فدک را به ایشان بخشیدند. الحافظ ابوبکر بزار رحمه الله در ادامه می‌فرماید این روایت را از فضیل ابن مرزوق غیر از ابو یحیی تمیمی و حمید ابن حماد ابن ابی خوار شخص دیگری روایت نکرده است و این حدیث اگر هم اسنادش صحیح باشد مشکل است، یعنی حدیثی که در تعارض با نصوص و حقایق تاریخی می باشد، زیرا این آیه مکی است، یعنی در مکه مکرمه نازل شده و فدک با خیبر در سال 7 هجری فتح گردید. چگونه امکان دارد
این دو با هم اتفاق افتاده باشد. پس این حدیث منکر است، یعنی حدیثی که راوی ضعیف آن را روایت نموده است که مخالف روایات راویان معتبر می باشد و این حدیث به روایات ساختگی روافض می ماند. اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. عجب مردم خدا شاهده که حاضر هستین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تهمت ببندین، جایگاه خود را آتش جهنم بسازین، غضب خدا را بر خود شعله‌ور بسازید، جهنمی خودتون را بسازید